فصل سوم کتاب اثر مرکب. عادت‌ها، قدرت عادت‌ها، چگونه عادت سازی کنیم و چگونه به جای عادت‌های بد عادت‌های خوب را بسازیم. آیا تا به حال فکر کردید چرا بعضی افراد به طور مداوم موفق هستند؟ راز موفقیت آنها عادت‌هایی است که در طول زمان ساخته‌اند. فصل سوم کتاب اثر مرکب به ما یاد می‌دهد چطور عادت‌های خوب بسازیم و عادت‌های بد را کنار بگذاریم. ما کتاب عادت‌های اتمی را نیز برای شما خلاصه کردیم. برای ساختن عادت‌های بهتر می‌توانید به پادکست کتاب عادت‌های اتمی سر بزنید. لینک ویدیو در قسمت دیسکریپشن است. ولی اینجا به شکل خلاص برای شما میگیم که عادت‌ها چه تأثیراتی را می‌تواند در زندگی شما داشته باشد و چقدر قدرتمند هستند. خب بیاین بریم سراغ این فصل. قدرت عادت‌ها. عادت‌ها رفتارهایی هستند که به صورت ناخودآگاه انجام می‌دهیم و نقش بزرگی در موفقیت یا شکست شما دارد. مثال، شما تصور کنید یک نفر هر شب قبل از خواب 10 دقیقه کتاب می‌خواند و نفر دیگر قبل از خواب شبکه‌های اجتماعی را چک می‌کند، فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب و هر برنامه دیگر. در بلند مدت فرد اول اطلاعات بیشتر کسب خواهد کرد و فرد دوم با قطعاً با مشکلات خواب مواجه خواهد، چون قبل از خواب استفاده از وسایل الکترونیکی باعث خراب شدن خواب ما می‌شود. این یعنی اثر مرکب، یعنی عادت‌های کوچک تأثیر مرکبی دارد. قدرت عادت‌ها یعنی این که عادت‌های شما هرچند ریزه، هرچند کم باشد میتواند برای شما یک عادت تبدیل شود و با شما را شکست بدهد. چگونه عادت‌های بدمان را ترک کنیم؟ برای ترک عادت‌های بد و جایگزین عادت‌های خوب 2 مرحله را شما باید طی کنید. چگونه عادت‌های بدمان را ترک کنیم؟ برای ترک عادت‌های بد و جایگزین عادت‌های خوب شما باید 3 مرحله را سپری کنید. شماره 1 شناسایی عادت بد، شماره 2 جایگزین عادت خوب، شماره 3 تدریجی عمل کردن. اولین گام شناسایی عادت است که شما را از هدفتان دور می‌کند و این عادت‌ها معمولاً استفاده بیش از حد از صفحات اجتماعی است. دوم، شما نمیتوانید یک عادت را به طور کلی حذف کنید، بلکه باید عادت‌های خوب را جایگزین اون کنید. مثلا به جای اینکه قبل از خواب به صفحات اجتماعی سر بزنید، شما نمیتوانید که فوراً بخوابید، چون خواب شما نمیاد. برای اینکه شما خواب بروید باید یک فصل کتاب یا چند صفحه کتاب بخونید و هم یک عادت خوب است و هم یک عادت خوب است که در دراز مدت به معلومات و یادگیری شما کمک می‌کند و هم شما را از اختلالات خوابی نجات می‌دهد. شماره 3 تدریجی وارد عمل شدن است، یعنی اینکه شما تغییرات ناگهانی نکنید، چون تغییرات ناگهانی باعث خستگی و ترک مسیر شما می‌شود. وقتی شما بشوید من در یک روز می‌خوایم کلی عادت‌های بعد خود را تغییر بدم، امکان نداره، چون شما در طول چندین ماه در طول 1 سال یا چند سال یک عادت را برای خودتان ساختید، یک عادت بد را، و او را نمیشه شما در یک شب بخیر زندگیتان حذف کنید. پس هرگز ناگهانی عمل نکنید، چون هم خودش افسرده میشد و هم دوباره به کار اولتان برمیگردید و از تغییر کلا منصرف میشه، چون به این باور میرسید که دیگر تغییر برای شما امکان ندارد. چطور برای من عادتی مثبت بسازیم؟ کوچک شروع کنید و با اقدامات کوچک مثل 5 دقیقه ورزش کردن در روز یا مطالعه کردن در روز شروع کنید. فرق نمیکنه که چی عادتی باشد، هرچند که سخت و خسته کننده باشد روز 5 دقیقه انجامش بدید و همینطور ادامه دهید. بعد از 1 هفته تغییرش را حتما میبینید و 10 دقیقه همین راه را ادامه دهید تا اینکه هفته بعدی و ماه‌های دیگر با 30 دقیقه، 1 ساعت و هرچند که یک کار زمان بر است میتونید با آن وقت بگذارید. پس برای ساختن عادت‌های مثبت هرچند که راه شما سخت باشه شما باید از کوچک شروع کنید. اگر روزی 5 دقیقه نمیتونید شروع کنید، از روزی 1 دقیقه شروع کنید
و روز بعدی 2 دقیقه کنید و همینطور ادامه دهید تا اینکه هر کار زمان مشخص دارد، مثلا چند 1 ساعت 2 ساعت و چند ساعت کار نیاز دارد تا اینکه به همان عادت برسید. پیوستگی. تلاش کنید هر روز به عادت‌های پاینده باشید. پیوستگی. تلاش کنید هر روز به عادتتان پاینده باشید، یعنی از نظم برای تطبیق این عادت‌ها استفاده کنید. و اگر خلاصه بگم این که کم انجام دهید ولی هر روز انجام دهید، ولی مداوم انجام دهید، ولی برنامه شما بلند مدت باشد، چند ساله باشد، 1 ساله باشد. این نظم و مداوم است که برای شما عادت مثبت می‌سازد به جای عادت بد. مثلا اگر شما نظم و مداومت نداشته باشید، شما یک عادت بد رو در 1 هفته ترک میکنید، ولی هفته بعدی اگر شما جایگزین دو عادت مثبت را ادامه ندهید، دوباره به سمت عادت بدتان برمیگردید، چون شما مجبور هستید یا کار خوب کنید یا بد. وقتی که خوب نکنید مجبور هستید که کار بد را انجام دهید. پس پیوستگی و نظم در تغییر عادت‌ها بسیار مؤثر است. تقویت انگیزه. شاید شما در طول این مسیر خسته و ناامید شوید، پس انگیزه هم لازم دارین. اما چطور خودتان را انگیزه بدید؟ برای این کار برای خودتان پاداش تعیین کنید. مثلا اگر 1 ماه به عادت ورزش پاینده بودید، یک هدیه کوچولو برای خودتان بخرید. این دستاورد شما را انگیزه می‌دهد و به شما این تفکر را القا می‌کند که شما میتوانید ادامه دهید. شما یک چیزی قرار است به دست بیاورید، برای همین است که پاداش دادن برای رسیدن به موفقیت خیلی مؤثر هستند. یا مثلا روزی 10 دقیقه مطالعه میکنید، ولی بعد از 1 ماه شما میتوانید برای خودتان یک جایزه در رابطه با مطالعه کردن، یک جایزه خیلی مناسب بگیرید تا اینکه شما را انگیزه بیشتری برای مطالعه کردن بدهد. خب دوستان عزیز، این بود از ختم ویدیو امروز. بیاین یک بار دیگر با هم این راه ها را خلاصه سازی و جمع‌بندی کنیم. عادت ها تعیین کننده مسیر زندگی ما هستند. با ایجاد تغییرات کوچک اما مؤثر میتونید مسیر موفقیت رو برای خودتان هموار بکنید. شما، عادت های شما و طرز رفتار شما، کل اینها آینده شما را و موفقیت یا شکست شما را میسازد. پس برای خودتان عادت‌های خوب را انتخاب کنید تا اینکه آینده خوبتر داشته باشید. من از شما میخواهم همین امروز یک عادت خوب رو انتخاب کنید و برای 1 ماه بهش پایبند باشید. یعنی یک عادت خوب را امروز انتخاب کنید تا 1 ماه دیگر را هر طور گشته انجام دهید و بعد از همه انجام دهید تا اینکه تبدیل به یک عادت خوب برای شما شود. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان ویدیو. اگر این ویدیو مفید بود حتما ویدیو رو لایک بزنید، چون ما به حمایت شما خیلی نیاز داریم. و برای ویدیوهای بعدی ما سابسکرایب کنید و اگر میخواهید از آخرین ویدیو ما آگاه شوید، زنگوله رو هم فعال بزنید.